سلام، من زینبم. به ولاگ من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد اینکه چطور از 92 کیلو رسیدم به 69 کیلو صحبت کنم باهاتون و اینکه چیکارا میکنم که این وزن رو ثابت نگه دارم دیگه، نذارم که بالا بره. حالا 5-6 کیلو هم میخوام پایین تر بیام، ولی خب بهتون میگم که چیکارا کردم که اینجوری لاغر شدم و الان چیکارا میکنم که وزنم دوباره بالا نره. همونطور که میدونید و رژیم کاهش وزن یه جوریه که بعد اینکه وزنتون کاهش پیدا کرد باید یه لایف استایل جدید بسازید واسه خودتون. دیگه نمیتونید لایف استایل قدیمتون رو ادامه بدین و انتظار داشته باشین که همچنان وزن کم کنید یا وزنتون ثابت بمونه. خب مثلا من از خودم، من دیگه الان چندین ماه، نزدیک 1 ساله که من فستم. یعنی چی؟ فکرم نکنید فست خیلی سخته فلانه، نه اینجوری نیست، خیلی هم راحته. با روزی 12-13 ساعت شروع کنید، حالا تا میرسیم به 17-18 ساعت که من الان رسوندم. مثلا من روزی تک وعده میخورم الان، متاسفانه خوشبختانه روزی فقط یه وعده میخورم، اونم ساعت 5-6 عصر میخورم. ساعت 5-6 عصر خوردم، حالا چون چای اینا هم که روزی تو حب گندم میخورم، من گندم به هیچ عنوان حذف نکردم کامل. چای اینا میخورم تا شب، میوه و اینا همه چی هم میخورم. من نه برنج رو حذف کردم، نه فست فود و نه نوشابه رو، ولی بهتون میگم که چجوری اینا رو میخورم. تا ساعت شب 11 10 12 اینا مثلا دیگه میوه هامو اینا رو میخورم. بعدش که میخوابم تا فردا دوباره ساعت 6-7 میره اولین وعدم. این از این. حالا بهتون گفتم که من هیچی رو حذف نکردم، واقعا هم هیچی رو حذف نکردم. من نون میخورم، برنج میخورم، فست فود میخورم، ولی خب برنج قبلا میخوردم شاید یه بشقاب اینقدری میخوردم، یعنی یه چقدر بگم 15-16 قاشق برنج میخوردم. خب همون الان شده هفته ای 2 بار 3 بار فوقش 3 قاشق 4 قاشق 5 قاشق میتونم بخورم، یعنی کلا میلم هم نمیکشه. شیرینی هم میخورم. من مثلا پارسال تابستون بستنی یه روزم نبود که نخورم، یعنی هر روز خدا یه 3 اسکوپ بستنی میخوردم، ولی الان همون بستنی رو میخورم، یعنی حذف نکردم که ولع پیدا کنم و حریص بشم بهش که بدتر بشه. یعنی من به یه چیزی حریص بشم اینجوریه که یه عالم ازش باید بخورم که سیر بشم. واسه همین اون حریص بودن رو نگه داشتم که نذارم خودم ها چیز کنم، حریص بشم که بدن زیاد بخورم. واسه همین الان مثلا 1.5 ماه که هوا تو تبریز گرم شده، خب ولی من 2 بار بستنی خوردم، دوباره‌اش هم تک اسکوپ، یه اسکوپ خوردم به جای 3 اسکوپ که قبلا هر شب میخوردم، اونم واسه اینکه ولع نداشته باشم. بعد مثلا میریم فست فودی، البته خیلی کمتر از قبل. من قبلا شاید هفته‌ای 2-3 بار بیرون غذا میخوردم، ولی الان ماهی 1 بار، فوقش 2 بار، اونم میرم. مثلا دیگه مثل قبل یه برگر کامل، برگر کامل نمیتونم بخورم، یا یه پیتزای کامل نمیتونم بخورم. معمولا با همسرم میریم که من شیر میکنم باهاش. 2 تیکه پیتزا مثلا میتونم بخورم از 8 تیکه که بقیه‌شو میدم به همسرم که همون ولعی که دارم نسبت به فست فود بخوابه دیگه، دلم نخواد که حریص بشم. همونم خوردم و شیرم کردم دیگه با همسرم. این از اینم. بعد فست بودنم که بهتون توضیح دادم که چطور فست میکنم. بعد آب، واقعا آب نجات دهنده است. خیلی وقتا من احساس میکنم گرسنمه، وقتی میرم یه لیوان آب میخورم میبینی که هنوز 2-3 ساعت رفته ولی واقعا گرسنم نیست. خیلی وقتا بدن آلارم تشنه بودن و گرسنه بودن اشتباه میرسونه بهمون
وقتی تشنه‌ایم دلمون میخواد یه چیزی بخوریم، ولی در واقع 70-80% مواقع با اون یه لیوان آب شما چند ساعت میتونید دوباره بدون غذا بمونید. واقعا هم اصلا سخت نیست. و در کنار اینا اگه میبینین که من بعد 23 کیلو کم کردن وزن پوست شکمم بدنم نیفتاده خیلی، به خاطر اینه که واقعا آب زیاد میخورم و ورزش. من تقریبا 2.5 سال که تنیس بازی میکنم، هفته ای 2 جلسه، یعنی هفته ای 2 بار میرم حتما کورت و توپ میزنم تا جایی که دیگه نفسم در نمیاد. و این اواخرم چون وزن میخواستم کم کنم و پوستم شل نشه این شدت تمریناتمو زیادتر کرده بودم. این از این. ولی بعد اینکه من میگم دیگه 2.5 سال تنیس رو داشتم بازی میکردم، ولی خب لاغر یه چندانی نداشتم، فقط وزنم دیگه اون هر روز بالا رفتن رو نداشت، بالا نمیرفت. بعد اینکه این رژیم رو گرفتم شروع کردم به رانینگ. حالا اولش با پیاده روی شروع کردم، الان هفته ای 4 روزم پیاده روی تند دارم یا دویدن دارم. تقریبا 5.5، یعنی کمترین میزانی که پیاده روی میکنم 5.5 الی 7 کیلومتر. حالا بعضی روزا که تو مودم باشم و مودم خوب باشه 10 کیلومترم میرم. میگم اولش با پیاده روی خیلی آروم شروع کردم، خب ولی الان یا تند میرم یا خیلی هم میدوم. این دویدنه که ضربان قلبم میره بالا خیلی برام لذت بخش شده. من همون آدمیم که 3-4 سال پیش از ورزش متنفر بودم، از پیاده روی متنفر بودم، ولی وقتی آدم میبینه که پوستش چقدر خوب میشه، عضله‌هاش چقدر خوب میشه، قدرت بدنش چقدر خوب میشه، خود به خود اون علاقه هم پیدا میشه. یکی هم اصلا سوشال مدیا رو چیز نکنید، فکر نکنید یه چیز مسخره، خیلی تاثیرگذاره تو زندگی من. یکی مثلا من یه دونه ماریس هست، یه دونه عسل هست که مثلا هر روز میرفتم باشگاه اینا، بعد من قشنگ عضلاتشون رو میدیدم، لاغر بودنشون رو میدیدم. مثلا ماریس 2 بچه داره ولی چقدر خوبه اندامش. فکر کنم تو اینستاگرامم بزنید ماریس براتون حتما میاره میبینین چقدر بدنش خوبه. اونا به هم انگیزه دادن که مثلا خب ببین با 2 بچه چقدر اندام خوبی ساخته، چه ورزش هایی میتونه بکنه، چه حرکت هایی میتونه بکنه، که باعث شد منم شروع کنم. خلاصه این سوشال مدیا هم میتونه آدمو یه ورزشکار کنه، انگیزه بده، هم میتونه آدم از اون رو به اون رو کنه که به حالت وریژن بد خودش تبدیل کنه. واسه همین کسایی که فالو دارین خیلی مهمه توی این مبحث. میرسیم به پروتئین. پروتئین رو خیلی خیلی تو رژیمتون جدی بگیرین. پروتئین باعث میشه که طولانی مدت احساس سیری داشته باشین، ولایتون به شیرینی خیلی خیلی کم بشه. اینو تجربه کردم خودم که من عاشق شیرینی بودم، وقتی پروتئینم رو زیاد کردم اصلا دیگه شیرینی رو دلم نمیخواد، یعنی میبینم من بعضی موقع ها حالم به هم میخوره از شیرینی. خیلی مهمه. بعد پروتئین واقعا واسه عضله هاتون خیلی مهمه. اگه میخواین یه پوست افتاده نداشته باشین، اگه میخواید یه بدن عضلانی داشته باشید، حتما پروتئین زیاد مصرف کنید. پروتئین زیاد میتونید سینه مرغ بخوریم، میتونید تخم مرغ بخورید. حبوبات خودش یه عالمه پروتئین داره، ولی سالم ترینش اگه تخم مرغ دوست دارید میتونید تخم مرغ آبپز بخورید، سفیدش رو بخورین که یه عالمه پروتئین سالم داره. ولی من متاسفانه از بوی تخم مرغ وقتی هوا هم گرمه
متنفرم، ببخشید دیگه، واقعا حال به هم زن میشه برام. واسه همین نمیتونم، واسه همین من پروتئین وی مصرف میکنم روزی 2 اسکوپ، یکی صبح یکی شب. تازه من پروتئین چیزم ایرانی هم گرفتم، از اون کالاها گرفتم که روزانه 2 اسکوپ میخورم. بعدش سینه مرغ خیلی میخورم. اینا باعث شده که همش وقتی آنالیز بدن میرم میبینم که نسبت چربی و عضلام اونقدری نیست که باید نگران باشم که خیلی عضله از دست داده باشم. واسه همین اینم خیلی مهم بود. و در آخر هر کاری میکنید واسه اینی که اعتماد به نفستون حفظ بشه بکنید، واسه اینکه به خودتون افتخار بکنید، خودتون دوست داشته باشید بکنید، نه اینکه واسه حرف مردم. درسته من لاغریم بیشتر این بود که بعضیا نمیدونستن چی باید بگن که به هم میگفتن و خب من ناراحت میشدم، به خاطر اون تصمیم به لاغری گرفتم. بعدش هم البته اولیش اینه که من دیگه واقعا اعتماد به نفس چندین سال قبلم و که وقتی لاغر بودم 60 کیلو بودم 61 کیلو بودم و نداشتم، چون هر جایی میرفتم واسه لباس خریدن، هر جایی میرفتم واسه پرو لباسایی که دوست داشتم، لباسایی که سلیقم بود، هیچ وقت به تن من نمیشد و مجبور میشدم که یه چیزی که به تنم میشه رو بگیرم و بیام. و واقعا چندین و چند بار شده بود که من تو پرو لباس گریه کرده بودم، ولی الان میرم راحت خیلی خرید میکنم، چیزایی که دوست دارم همش تنم میشه. مثلا باورتون میشه که شاید من الان که 32 سالمه، من 32 تو 32 سال زندگیم شلوار رنگ روشن نپوشیده بودم که یعنی اصلا اعتماد به نفسشو نداشتم. موقعی هم که 60 کیلو بودم باز نمی پوشیدم، ولی الان که لاغر شدم، حالا دوباره میگم من دوباره راه دارم، باید یه 5-6 کیلو دیگه هم حداقلش کم کنم. خب ولی خب اون شلوار کرمو که الان میپوشم خیلی بهم لذت بخشه. اصلا من به خودم افتخار میکنم که سعیمو کردم، تلاشمو کردم و لاغر شدم. خلاصه که هر کاری میکنید واسه حال خوبتون بکنید. و در آخر این که چیکار میکنم که وزنم ثابت نگه داشته میشه. من همونطور که بهتون گفتم فست میکنم، تک وعده‌ام، یعنی روزی فقط و فقط یه وعده میخورم و اصلا میل ندارم دیگه، واقعا این جزئی از لایف استایل من شده. اصلا وقتی میرم مسافرت یا وقتی میرم مهمونی اینا اینجوری نیستم که اینو نمیخورم، این بده، این کالری زیاد داره، نه اینجوری نیست. اصلا به خودتون سخت نگیرید. به قول یکی از دوستان، ما قرار نیست تو مسابقات شرکت کنیم، ما قرار نیست تو بادی بیلدینگ و اینا شرکت کنیم، ما داریم زندگی میکنیم. زندگی هم همینه، یه روزایی مهمون آدم، یه روزایی بیرون غذا میخوره، شاید یکم بیشتر بخوری، ولی مهم اینه که اون یکم تو همون مهمونی یا تو همون بیرون رفتنه و مسافرت بمونه. وقتی برگشتین دیگه اون روند رو ادامه ندین. من قبلا اینجوری بودم که مثلا چند روز رژیم میگرفتم، بعد یهو میشکست دیگه رژیمه، یه چیزی میخوردم بعد میومدم دیگه فکر میکردم کل رژیم خراب شده، همونو ادامه میدادم و کلا رژیممو خراب میکردم واسه همیشه. ولی الان اینجوری نیستم، میرم مهمونی، میرم یا مسافرت و بیرون اینا، درسته شاید یکم از روزهای نرمالی که هست زیاده روی کرده باشم، ولی وقتی برگشتم با 2 ساعت بیشتر پس نگه داشتن خودم، با 2 کیلومتر بیشتر دویدن و پیاده روی، با 1 ساعت بیشتر تنیس بازی کردن، سعی میکنم اونا رو جبران کنم. پس اگه رژیمتون رو شکستید اشکال نداره، میشه، امکان داره، ولی همون چند روز که مسافرتین یا مهمونین و اینا رو شکستین دیگه بذارین همونجا بمونه. اون شکستن رو که فکر میکنین دیگه خراب شده فلان ادامه ندین، چون آخرش به ضرر خودمون میشه. باز همین دیگه. امیدوارم که هر جا هستیم و این ویدیو رو میبینید حالتون خیلی خیلی خوب باشه.
امیدوارم همه بدن سالم داشته باشن، اعتماد به نفسشون اوکی باشه. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. باز میام از لایف استایل خودم که یه روزمو چطور اینا میگذرونم بعد اینکه لاغر شدم حتما بهتون میگم. همین، دوستتون دارم، خداحافظ.